منتای، سنتای، اوناتای، همیاتای، همتا. عزیزان، درصد ترکی زبان دری از 50 بالاتره، نصف بیشتره و بر اساس قواعد کلی زبانی این زبان یک گویش از ترکی حساب میشه، چون نصف بیشترش رو داره ترکی تشکیل میده و این تشکیل دادنه محدود به کلمات نیست. وندها یعنی گرامر زبان هم به همین شکل. چرا؟ چون که از دل ترک بیرون اومده، چون که ما عالمان بیشتر عالمان این زبان ترک ها هستن، مگه غیر اینه؟ از دل امپراتوری های ترک بیرون اومده. از اولیه در سر جاده ابریشم ترکان سودا که لحاظ میکنه دیوان اللغات به عنوان ترکان دو زبانه، اینها سر هم کردن. خاصیت زبان پیچین، زبان مونتاژینه برای مقاصد تجارت پیش هم اومدن، یک زبان ساده برای ارتباط که بعداً میاد در ساختار اسلامی زبان میانجی در هند میشه. همینقدر ساده است. چرا باید ترک زبان دشمنش رو بالا پر بده؟ همین سوال کل قضیه رو مشخص میکنه که ما با کلمات به وضوح داریم همه چیز رو بیان میکنیم.